شخبارکن بچه ها خوش اومدیم یه ویدیوی دیگه، یه ولاگی دیگه با یوسف. آقا دمتون گرم، اون ویدیوی قبلی ها حمایت میکنه اینا، دمتون گرم دیگه. گفتین یوسف رو دوست داریم فلان اینا، امروز من اومدم با یوسف. منم دوستتون دارم. چقدر دوستشون داری؟ خیلی زیاد. ای جانه. خلاص امروز یوسف کار داشت بیرون اینا، گفتم باید میام یه ویدیو بگیرم ببینم چه جوریه اینا، بریم دنبال کاراش. اول خودش کار داره، بعد میخوایم یکی از دوستاش میخوایم ببریم شباب الاهلی، یه تیمیه تو دبی و میخوایم ببینیم چه جوریه، قبولش میکنن یا نه، کاراشو بتونیم انجام بدیم یا نه، یعنی میشه یا نمیشه. همونطور که میدونی شباب الاهلی الان فکر کنم سردار آزمون اومده، قرارداد جدیدشه نمیدونم. خلاصه بریم ببینیم. سردار آزمون تو العین رفته. نه شباب الاهلی فکر کنم، نمیدونم دو تا الاهلی داره اینجا، نمیدونم چه جوریه. خلاصه اطلاعی ندارم. میریم میبینیم حالا چه سراغ سردارم میگیریم ببینیم کوکامون سردار جاله. خلاصه ببینیم اوضاعش اینا چه جوریه و اگه تونستیم یه فیلم کوچولی واسهتون بگیریم. حالا ببینیم این دوستمونم میاد الان، ببینیم میتونیم ازش فیلم بگیریم یا نه. یه سری سوال اینا ازش بپرسیم، شما استفاده کنیم، ما هم ببینیم چه جوری هست اینا. بریم فوتبال بازی کنیم. Let's go. آقا فکر کنم نمیدونم میخوایم بریم هم الاهلی هم شباب الاهلی هم النصر، میخوایم بریم خلاصه کل تیما رو بگردیم ببینیم داشتمون کدوم تیم میره و اینا. آقا معرفی کنم، بعد از اسپانسر حمایت بکن. اسپانسرمون کجا؟ اسپانسرمون رو خوردی. اسپانسرمون کجاست؟ نه این نیست. اینه آقا ویتامین سی کاپ کینگ اسپانسرمون شده. ویتامین سیش هنوز ایران نیومده. ایران نرفته ایران نرفته هنوز، فقط چیز رفت، اون کاپ کینگ انرژی درینکش رفته. اسپانسر ویدیو شدن و اسپانسر تیم النصر هم میشن ان شاء الله به زودی. تیم النصر تیم الاهلی هم میشن و کلی بازیکن میبرن ان شاء الله. معرفی کنم کاکا مهدی از شیراز، بازیکن جدید ان شاء الله النصر ان شاء الله. لیتس گو. خلاصه بریم ببینیم اگه رامون بدن که چیز بگیریم، فیلم بگیریم ازشون اینا. سردار رو نبینیم، نه ببینیم سردار رو، یه فیلم یه چیزی. نه خب الاهلی نمیریم مگه؟ چرا؟ میریم همشونو میریم میگردیم. یوسف حرفی نداری تو میخوایم بزنی؟ گفتی میخوام حرف بزنم. خیلی دوستتون دارم. حرفم نمیاد. یالا کوکام تو میخوای حرف بزنی چیزی بگی؟ نه. یالا میبینیم تو. لیتس گو. بچه ها یوسف آپدیت رو بهتون میده. یوسف الان منیجره دنبال الان داره قرارداد رو اوکی میکنه اینا. قرارداد با النصر چی شد یوسف جان؟ منیجر. رفتیم هر جا رفتیم گفتم پذیرش رو استوب کردیم، ولی رفتم با مدیرش حرف زدم تا یه کارش میکنیم تا آخر یه هفته 2 هفته به ما فرصت بده دیگه. آخرش چونه زدم گفتم 4 روز بیشتر نمیتونم بهتون فرصت بدم. البته آره. خود بازیکنم گفت مثلا من تو همچین سطحی دیگه نمیتونم بازی کنم، این سطح خیلی پایینه. النصر آخه دیگه مبلغ قرارداد بردن بالا، این دیگه حرفه‌ای بودن منیجر رو نشون میده دیگه. مبلغ برد بالا اینا. خلاصه داریم کاراشو میکنیم ان شاء الله. دوستان عزیز دعا کنیم فقط. لیتس گو. منیجر منیجرت درسته یوسف؟ منیجرت 100%. مدیر برنامه. یالا ببینیم قرارداد چی میشه. الان داریم میریم الاهلی، هر کی قیمت بالاتر داد ما میریم واسه اون. کاکوی دیگه هر کی قیمت بالاتر داد ما میریم واسه اون کار میکنه دیگه. الان دیگه پول حرف اولو میزنه، عشق نداریم. منیجرم چک قبول نمیکنه، فقط کش نو کردیت. یالا با کیسه پول برمیداریم میگردیم. یالا دوستان آپدیت هم بهتون میدم. الان اینجوری بکنم بریم چیز.
بچه‌ها هی نگین جاهای خوب نمیبرمتون ها. اینجا فردا سردار همینجا میشینه دیگه. الان خیلی تعریفش کردم، فردا خودش میگیره جواب تلفن‌های منیجر هم نمیده. این بعد خلاص لیتس گو. عشق میکنین، حال میکنین. یه سلفی با اینجا بگیرم. آقا بی الان همین جایی که ما داریم قدم میزنیم فرش عجب چیزیه، ولی ها عجب داشتیم حال میکردیم ها. آقا همینجا ایجنت صدامون زد. منیجر آقا اینجا نه، صدارزمون همینجا میاد. نه تنی سرویس کوکام سردار اومدم پاک کردم همه جا. افتتاحیش با ما بود. بیا خیالت راحت، عجب چمنی داره. لیتس گو. آقا فکر نکنم اجازه داریم، همینجا کت خری اومدیم حال میده. کجا چی داره دیگه اینجا؟ اونجا لباس عوض میکنم بنازم. اینجا چیه؟ رختکنه. رختکنه. اینجا وارد میشن ها. ورودی ادنا که اینا. بنازم حال میده. فردا سردار هم اینجا میاد. کی میاد؟ بگو بیاد. بچه‌ها با منیجر چی شد؟ شباب الاهلی. یه لحظه تو کلامت. بچه‌ها قرار بود سردار رو پس بدم، مهدی رو بگیرم. همینجوریه. قراردادش خیلی سنگینه و اینا، همین کار میکنه. باید سردار رو پس بدن تا هزینه‌های مهدی کاکام بدن. یالا لیتس گو. شیر رو با بنازم. آقا منیجر گنگش پره ها. منیجر آپدیت بده عزیزم. دوباره میریم رو حساب منیجر، یه نهار مشتی میزنیم ساعت 5. دوباره میتینگ داریم باشون با الاهلی. انشالله شیر باشه. شیر قرارداد الان فعلا قرارداد اصلی دست الاهلیه. فعلا چیز عددی که گفته خیلی خفنه و آره دیگه. آقا خلاصه سردار کجا بازی میکنه؟ نوک مهاجم نوک. قرارداد با سردار مثل ای که کنسل شده. همین امروز با منیجرمون یه کاری کردن، قرارداد سری کنسل کنه، عددو انتقال بدن به کاکا مهدی. سردار تازه زنگ زد دنبال استادیوم میگردیم قد جان. نه دیگه خیلی بد شد دیگه. کاکا سردار راحت نشو، من طرفدارتیم. حال میبینه انگار. باورمون شده. من باورم شده یوتیوبرم. نگم خوبه. نه منیجر بنازم کاکا مهدی محمدی دیگه. از این به بعد هر چی گل خواستین سفارش بدین، فقط یه گل 2 گل هر بازی حداقل میزنه. گل فوتبال پاکی سفارش ندین فقط گل فوتبال. ببینیم الان تیم ملی آیا نظرشو عوض میشه یا نه، ببینیم چی میشه. خلاص دوستان عزیز دیگه ولاگ فکر کنم طولانی میشه و اینا. دمتون گرم. ان شاء الله آپدیت ها رو خواستین دنبال کنین، پیج منیجر رو اینجا میذارم. خب پیج کاکا مهدی هم اینجا میذارم، پیج خودم هم که همیشه هست. دنبال کنین. آخرین اخبار و قراردادهای رسمی و اینا انشالله اونجا اعلام میشن. حالا اگه هم شد ولاگش هم میگیریم، ولاگ دوم و اینا. دمتون هم گرم. آی لاو یو دارین. منیجر حرف آخر. انشالله ساعت 5 یه میتینگ دیگه داریم. انشالله که شیر بیاد. بنازم شیر بیاد. مدری شیر بیاد مگه گاوه داریم میدیشیم. انشالله که برد بیاد. آی محمدی عزیز شما نظرتون کدومه؟ فعلا الان کدوم تیمو بیشتر یعنی حستون به کدوم تیم مثبته؟ به کی پا به الاهلی میدی یا به چیز به النصر؟ کدوم تصمیم گیری با منیجر ای بنازم هر جا منیجر چی میگه. خلاص آقا دمتون گرم تا اینجای ویدیو نگاه کردین. عشق منید. ویدیوهای بعدی داغ‌تر از دوغال منتظرتونم. باشه اینو بندازم اینجا. یوسف اینجوری نه اینجا. لا خرچنگی علامت خرچنگی. ولش کن من یاد نگرفتم. خداحافظ.